باریستای کافه که قهوه می‌خوردم همیشه گفت یه گروه موسیقی هستش که من عاشقشم و می‌خوام لوگوشون رو تتو کنم. بعد کلی گشتن به این طرح رسیده بود و انتخاب کرده بود که بزنه. میگفت حس می‌کنم فقط خودت می‌تونی همه جزئیات این کارو در بیاری. به نظر خودم تتو آرتیستای زیادی هستن که میتونن این کارو بکنن، ولی خب لطف داشتن و این کارو به من سپردن. وسطای تتو بودیم که به من گفت اگه دقت کنی لوگو این گروه روی این دروازه هک شده که وقتی این درو باز بکنی و وارد این دروازه بشی انگار وارد دنیای موسیقی این گروه شدی. دروغ نگم چند ساعتی تو تلویزیون داشت موزیک ویدیوهای این گروه رو نگاه میکرد که خدایی هم خفن بودن. به نظرم وقتی آهنگای متال با معنیشون گوش میکنی به این نتیجه میرسی که واقعا نباید از رو ظاهر قضاوت کنی. این سبک موسیقی واقعا روح آدمو جلا میده. بریم اتمام کارو با یکی از آهنگای گروه اسلیپ توکن بهتون نشون بدم.